اگر از فکر میکنی جن و جنزدگی وجود داره، این ویدیو رو تا آخر ببین که میخوام بهت اثبات کنم همه اینا یه دروغ بیش نیستش. توی ویدیوی امروز میخوام در مورد بحث پرطرفدار جن و جنزدگی و جنگیری صحبت کنیم و همه حوزه‌اش رو بررسی کنیم. از قدیم شروع کنیم. در قدیم وقتی یه اتفاقی میافتاده که دانشش رو نداشتن، داستانهایی براش میساختن که این داستانها به مرور زمان تبدیل به باور شده و باورها در طی قرنها طوری شدن که دیگه کسی نمیتونه زیر سوال ببرتشون و بگه نه این واقعیت نداره، این درست نیستش. این داستانها چرا شکل گرفتن؟ به خاطر ترسوندن، سلطه و پول گرفتن و کارهای غیر اخلاقی دیگه. چرا که وقتی یک نفر بترسه، هر کاری که تو بگی دیگه انجام میده و هر چقدر پول بخوای بهت میده و زیر سلطت میره. اگه همین امروزم به بعضیا بگی جن زده شدی، حاضر هر کاری بکنه از اون حالت در بیاد بدون اینکه بره دنبال علت واقعی اون رفتارش بگرده. چرا این اتفاقات رخ میده؟ جن دیدن و جن زدگی در اصل یک سری اختلالات روانیه که در اثر فشار زیاد، استرس زیاد و مشکلات ساختار مغزی رخ میده. آیا کسی که جن میبینه میگه یه صدایی میشنوم، یه چیزی میبینم، حس میکنم، لمس شدم، دروغ میگه؟ نه، اون داره واقعیت رو میگه. اون واقعا یه چیزی رو میبینه، یه چیزی رو میشنوه و حس میکنه، لمس میشه، اما منبع اون اتفاقات بیرونی نیستش و همشون درونیه و ساخته ذهن اون طرفه. چرا که ذهن انسان میتونه از هر اتفاق بیرونی واقعی تر باشه. میتونه صدا بسازه، تصویر بسازه، احساسی بهت بده، حتی حس حضور یک نفر رو کنارت ایجاد کنه، در صورت که واقعا اون طرف کنارت وجود نداره. این قدرت ذهن ترسناکه. خب ولی بریم واقعی و از نظر روانشناسی بررسی کنیم. ذهن انسان وقتی که توی تاریکی باشه، توی سکوت باشه، تنها باشه، آماده واکنش نشون دادنه. به خاطر چی؟ چرا که ذهن انسان به خاطر به دنبال بقاست و حاضر هر چیز کوچیکی رو به نشونه خطر برداشت کنه و بدن تو آماده کنه برای واکنش نشون دادن به اون و زنده موندن. و وقتی یک جای ساکتی، یک جای تنهایی، یک جای تاریکی که سایه ریزی از کنار رد میشه، یک صدای ریزی میشنوی، ذهن سریعا به دنبال اینه که اون تیکه ناقص پازل رو تکمیل کنه، اون صدا رو تکمیل کنه بر اساس دانش قبلیش، باورهات و چیزایی که تو ذهنت هست، اون تیکه پازل رو تکمیل کنه تا بدنت آماده واکنش بشه. پس در نتیجه بدترین سناریو رو میسازه و وقتی که تو دانشی نداری نسبت به اون اتفاق ذهنی، میگی جن بوده، یه موجود غیبی بوده که این اتفاق رو رقم زده. شاید سوالاتی براتون پیش بیاد که میخوام جوابشون رو بدم. یک، چرا تو کل خانواده همشون اعلام میکنن ما یه چیزی میبینیم، احسایی میشنویم، جابجایی وسایل داریم یا سایر اتفاقات مربوط به این حوزه؟ در روانشناسی یک هیستری جمعی داریم و یک همراستایی شناختی. در محیط‌های بسته‌ای مثل خانواده وقتی یک نفر اعلام چنین وضعیتی میکنه، به مرور زمان اون چارچوب ذهنی برای سایر افراد اون خانواده هم شکل میگیره، مگر اینکه اون افراد دیگه خانواده ساختار ذهنی قوی داشته باشن و بدونن چنین چیزی واقعیت نداره و بتونن باهاش مبارزه کنن. وقتی چنین ساختار و چارچوب ذهنی بر پایه این شکل میگیره که واقعا یه چیزی هستش که ما نمیبینیم به نام جن و باورهایی هم هستش از قدیم در خانواده، پس این علائم قدرت میگیرن. پس به مرور زمان تمام افراد اعلام مشاهده علائمی دارن که یکسانه. میتونیم بگیم اختلالات روانی دارن همشون و میشه هم گفت فقط یک نفر اول که این موضوع مطرح کرده تو اون خانواده اختلال روانی داره و سایر افراد
فقط تحت تاثیر اون فرد قرار گرفتن و به خاطر اتفاقاتی که افتاده توی اون خونه، مثلا به قول خودشون جابجا شدن وسایل یا حرکات عجیب اون فرد اول، نفر اول، اینها هم به مرور زمان باور کردن و ذهنشون از هم گسست پیدا کرده. این اختلال روانی نفر اول که گفتم به خاطر گسست ذهنی هم میتونه رخ بده که در ادامه بهش میپردازیم. و وقتی توی محیطی قرار بگیری که همه تایید کنن چنین حرکاتی رو، چنین علائمی رو، تو هم کم کم دیگه باورت میشه چنین چیزی وجود داره. سوال بعدی که شاید براتون پیش بیاد اینه که میگن وسایلمون جابجا میشه یا گم میشه یا چنین اتفاقایی. این چطور؟ خب ما باید اینو در نظر بگیریم که وقتی که ذهن ما در همون حالت ترس به دنبال کوچکترین چیزاییه که یه داستان ترسناک بسازه. شاید این حرکات به خاطر لرزش خفیف زمین باشه، فشار هوا باشه، یا جابجایی ساده و کمی که به طور عادی وجود داشته، ولی چون ذهن در چنین مواقعی دنبال پاسخ ترسناکه و ذهنش آماده ترسیدنه، دنبال این موجود ماوراییه. شاید بگین تو فیلم ها که دوربین مدار بسته یا چیزای دیگه میبینیم وسایل از این سر خونه پرت میشه اون سر خونه، یا مستند ساختن فلان چیز. باید تاکید کنم همه اینا خب فیلمه، توی فیلم هر حقیقی امکان پذیره. حتی مستندات چرا که خب میبینه چنین فیلم های بازدید میخوره، به هر حال یه داستانی میسازه، یه سناریوی میسازه که واقعا طبیعی جلوه کنه، اما در اصل باز هم مثل همون حقای فیلم های دیگه یه تنابی بس شده، کسی پشت صحنه است، یا چنین حقای فیلمی و فیلمبرداری رخ میده. داستان بعدی دیدن خوابهای ترسناک توسط این افراده که مثلا جن زده شدن، جن تسخیرشون کرده، با جنها در ارتباطن. خب وقتی که یک فرد در طول روز درگیر موضوعات ترسناک و ماورایی باشه، این ادامه روز و افکار روزانش در خواب به طور غیر منطقی و تقویت شده نمود پیدا میکنه و این افراد به طور طبیعی خوابهای ترسناکی میبینن، چرا که هر کسی در طول روز هر اتفاقی بیفته براش و به هر چیزی فکر بکنه در طول شب هم خواب همون رو میبینه. اکثرا وارد حوزه میشیم که افراد به قول خودشون تسخیر میشن و اون لحظه دیگه چیزی یادشون نمیاد. خب در چنین موقعی ما گسست ذهنی رو شاهد هستیم که در روانشناسی تایید شده است. وقتی فشار زیادی روی فرد میاد، فرد به طور ناخودآگاه توسط ذهنش برای فرار از اون فشار خودش رو وارد حالتی میکنه که از واقعیت جدا بشه. ممکنه اون فرد در اون لحظه کارهایی انجام بده، حتی کارهای پیچیده، حرفایی بزنه که وقتی از اون حالت خارج شد یادش نیاد دیگه اون شرایط اون لحظه رو، و فرد میگه یه چیزی رفت توی بدنم، یه چیزی دیدم رفت توی بدنم، دیگه من یادم نیست. نه، در اصل اون گسست ذهنیه به خاطر فشار بالایی که اون لحظه تحمل کرده و مغز برای اینکه از اون لحظه فرار کنه خودشو جدا میکنه از واقعیت و یک دنیای دیگه‌ای برای خودش میسازه که بتونه استراحت کنه، آرامش داشته باشه و از اون فشار فرار کنه. خب میرسیم به این که چرا این افراد به صداهای مذهبی واکنش نشون میدن، مثل قرآن خوندن، از آن گفتن یا نماز خوندن. خب طبیعیه وقتی که یک فرد باور داره به این که توسط یک موجود خارجی کنترل میشه، یه موجود خارجی کنارش حضور داره و از قدیم بهش گفتن این صداها با حضور اون موجود در تضاده، یعنی اون موجود از این صداها بدش میاد. وقتی این صدا رو بشنوه یک پاسخ شدیدی میده، به جای آروم بشه یک واکنش شدید
انفجاری میده، واکنش هایی میده که غیر معمولن و به طور طبیعی نیست. شرطی شده که وقتی این صدا رو شنید، یعنی اون موجود از اون صدا بدش میاد، پس این موجود اینو اذیت میکنه، پس این واکنش نشون میده. این یک پاسخ شرطی شده است. نباید جوری بزرگش کنیم که به خاطر حضور یک موجود ماوراییه. در مورد حدس زدن جاهای وصایع یا گفته های دیگه، اینو بیایم بازش کنیم. پاسخ این سال چندین شاخه داره. مثلا جای یه دعایی رو میگه، یا جای یه چیزی رو میگه. خب اون حدسایی زده و بین اون حدسا اون حدسی توی ذهن میمونه که واقعا رخ داده. مثلا میگه فلان چیز کجاست، فلان چیز کجاست. 10 تا چیز میگه، یک دونش درست در میاد و اون یک دونه تو ذهن انسان میمونه و تقویت میشه. یا اطلاعاتی از قبل داشته، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهش رسیده که فلان چیز کجا هستش و اون رو به شما میگه و شما تعجب میکنین که چطور اینو میدونسته. شاخه دیگه هم اینه که وقتی در چنین شرایطی قرار میگیره انسان و آدم دنبال یه چیزی میگرده، وقتی یه چیزی رو پیدا کنه که غیر معمول باشه، اونو ربطش میده به اون حدسی که اون فرد زده. به هر حال توی هر خونه یه کاغذی، یه چیز غیر معمولی هستش، وسیله‌ای. وقتی یک نفر میگه توی این خونه یه چیزی هستش، کل خانواده بسیج میشن که دنبال اون وسیله عجیب بگردن. یه چیز پیدا میشه بالاخره و میگن ببین این اونه که این گفتش. در مورد شاخه دیگهش بگیم که این افراد خب اختلالات روانی دارن، میتونن به خاطر اثبات حرفشون و دیده شدن و تقویت خودشون یه چیزی رو بذارن یه جایی، بعد بهتون بگن این چیز اینجا هستش، که این شرایط هم دور از ذهن نیستش. چرا که گفتم به خاطر دیده شدنش و توجه کردن بهش و اختلالات روانی که داره میتونه چنین اتفاقی رخ بده. بریم وارد حوزه جنگیری بشیم. چرا وقتی که طرف میره جنگیری یا اصلا نمیره جنگیری، تسخیر میشه توی خونش، توی حالت عادی نشسته یهو تغییر حالت میده، صداش عوض میشه، انرژی زیادی پیدا میکنه. این اتفاقات به چه دلیله؟ اینو باید بدونیم که وقتی که فرد تحریک میشه در اثر فشار روانی، این گسسته ذهنی رخ میده و در اون شرایط ممکنه و به طور علمی هم ثابت شده انسان روی تارهای صوتیش کنترل عادی نداره، اصلا کنترلی نداره روی اون تارهای صوتی و ممکنه صداهایی تولید کنه با این تارهای صوتی که غیر منطقی به نظر برسه و تصور بشه که یک فرد دیگه‌ای داره به جای اون حرف میزنه. چرا که مثلا زن باشه اون فردی که مشکل روانی داره و صدای مردانه ازش تولید بشه، یا صداهایی تولید بشه که خشداره یا به یه زبون دیگه اصلا حرف بزنه. خب طبیعیه این گسست ذهنی که رخ داده و اون فرد اون لحظه از این دنیایی که وارد ذهن شده، یعنی برای خودش ساخته دنیای واقعی، خارج میشه و یک دنیای دیگه میسازه. تو اون دنیای دیگه هر طوری بخواد رفتار میکنه. یا بعضی میگن زورش چندین برابر شد، 4-5 نفره حریفش نمیشدیم. این به خاطر وجود یک موجود خارجی نیستش که رفته داخل بدن اون و زورش بیشتر شده. به خاطر اینه که در چنین شرایطی بدن انسان آدرنالین ترشح میکنه و آدرنالین میتونه قدرت انسان رو تا چندین برابر افزایش بده. قدرتی که در شرایط ترس و بقا استفاده میشه. در حالت عادی وقتی که یک شیر بیفته دنبال شما، ممکنه جوری بدوین که خودتونم باورتون نشه. در چنین موقعیتی هم آدرنالین زیادی ترشح میشه و بدن
با یک نیروی غیر منتظری مواجه میشه و همه فکر میکنن یک موجود ماورایی رفته درون بدن و داره اینو کنترل میکنه. حرکاتی که عجیبی که میکنن و همه اینا به خاطر اون گسست ذهنی که رخ میده. حالا چرا توی مراسمات جنگیری بیشتر این اتفاقات رخ میده؟ خب طبیعیه، وقتی توی محیطی هستی که به تلقین میشه از قبل و باور داری که در چنین جایی باید چنین رفتاری رخ بده ازت و نظری که همه بهت دارن، نگاه های سنگین باعث ایجاد فشار میشه و اون فشار زیاد باعث ایجاد اون حالت گسست ذهنی در اختلالات روانی میشه که در مجموع اون حالت تسخیر به گفته خودشون رخ میده که باید همه اینا رو به طور منطقی ببینیم و بدونیم که اینا اختلالاتی بیش نیستش و از نظر روانشناسی درمان دارن. ممکنه طولانی باشه ولی درمانشون امکان پذیره. اگر یک اختلال روانی نبود و یک پدیده یکسانی بوده از نظر جن و اینا، چرا تو فرهنگ‌های مختلف چیزهای مختلفی صداش میکنن؟ یکی میگه روح وارد بدنش شده، یکی میگه شیطان وارد بدنش شده و هزاران مثال دیگه. اما از نظر روانشناسی در همه جای دنیا این حرکات و رفتارها نشانه یک سری اختلالات روانیه. در نتیجه میگیریم این یک چیز ثابت شده است که این حرکاتی اختلال روانی، این واکنش ها به خاطر گسست ذهنیه و هیچ موجود خارجی وجود نداره. اگر سوال دیگه ای مونده که جوابشو نگرفتین توی کامنت ها بگین و امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و اگر کسی رو چنین مدلی دیدین بهش متوجهش کنید که این پدیده غیر طبیعی نیست و یه اختلال روانیه و فقط باید پیش روانشناس بره تا مشکلش حل بشه. ممنونم. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک، کامنت، ساب یادتون نره. سوالی هم بود بپرسین برای ویدیوهای بعدی، سعی میکنم پاسخ اون سوالا رو بدم.